ظاهرا به اصطلاح تهیه میشه و چاپ میشه و وقتی که گفته میشه در انتخابات نباید از پول دولتی، از امکانات دولتی استفاده کرد، این بدترین نوع استفاده از امکانات دولتی است. این نشریه برای اطلاع مردم عزیز ما در سراسر کشور به صورت مجانی در به اصطلاح وانت‌هاینا بین مردم توزیع شده، یقینا به خاطر همین تیتر بانک مرکزی موسوی دروغ میگوید. در مقابل این بنده یک نقل رو که بیانیه بانک مرکزی در مورد آمارهای اقتصادی کشور هست یه تیکش رو میکنم، یه متن رسمی هست که نشون دهنده یکی از مشکلات اساسی ماست و گفتم یه متن مفصلی است که بحث شده که آیا این تورم نقطه به نقطه است یا این تورم 25.4% درسته. قاطعاً این نظر رسمی هست. در این مسئله گفته شده نکته قابل توجه آن است که مقایسه نرخ تورم در هر مقطع با نرخ رشد شاخص‌های کالاها و خدمات مصرفی در ماه متناظر قیاسی مع الفارق بوده و حداقل برای مخاطب غیر حرفه‌ای گمراه کننده میباشد. به علاوه آنچه که در محافل علمی از آن به نام نرخ تورم یاد می شود همان تغییرات شاخص‌های کالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل است. این رقم چنان که فوقاً بدون اشاره شد در مقاطع اسفند 87 و اردیبهشت 88 به ترتیب برابر 25.4 و 23.6% بوده است. خب این مسئله است که الان به طور واقعی در سطح جامعه ما وجود داره. حالا با این مسئله چگونه باید روبرو شد؟ من اولین چیزی که بنا به تجربه خودم میخوام مطرح بکنم، همه دولت‌ها مواجه با مشکلات زیادی هستن، مسائل گوناگون هستن که با اونا باید سرکله بزنند و حلش بکنند. مهم هست که یک دولت بداند که گرانی و تورم جنبه حیاتی داره حلش برای کشور، هم برای تولید، هم برای سرمایه گذاری، هم برای سلامت اقتصادی، هم برای سلامت مردم، هم برای اخلاق و هم برای فرهنگ، حتی در مسئله مثل اعتیاد. بنده برای اینکه موضوع رو بیشتر توضیح بدم یک چیزی هم گفتم آماده کردن آوردم برای مردم عزیزمون که چون احساس میکردم ممکن راجع به تورم سوالی بشه، که یک صبحانه و یک نهار 4 سال قبل رو هزینه هاشو با وضعیت فعلی مقایسه کردم. حالا پیدا کردنش ممکنه سخت باشه ولی ارجاع میدم که مردم خودشون راجع به این مسئله فکر کنن. قیمت گوشت چقدر بوده، قیمت نخل لوبیا چقدر بوده، قیمت ماست چقدر بوده و نظایر اینها در ماهای شاید هم تا آخر وقت بده کردم دوباره نشون دادم چون میترسم که به برنامه بقیه راه حل‌ها نرسم. وقتی که یه دولت این رو اهمیتش رو در برنامه اقتصادیش دید و این رو در رأس کارهای خودش قرار داد، تازه موقع راه حل‌ها پیدا میشه. به دلیل اینکه پرداختن به مسئله تورم یه جراحیایی میخواد، یک عملیات دشوار میخواد، یه برنامه‌ریزی‌های خیلی ممنون. بله من اینو بخونم بعد چون برای مردم ما جالب. ببینید در آغاز مثلا 4 سال قبل ما کره 2800 تومان بوده کیلو، شده 5000 تومان. پنیر 1850 تومان بوده، شده 3000 تومان. نان 100 تومان بوده، الان شده 250 تومان، یعنی 150% رشد کرده. خب این چیزی نیست که به اصطلاح مردم این رو لمس نکنن، مخصوصا کسانی که سفره‌های کوچیک دارن، مخصوصا کسایی که شهرهای حاشیه‌ای زندگی میکنن، مخصوصا کسایی که در قشرهای فرودست زندگی میکنن. اونا میفهمن این مسئله یعنی چی. نه مثلا خب کسایی دارا هستن، ما نمیگیم که بد دارا بودن ولی فکر نمی‌کنم که لمس بکنن. خب این مال سفره صبحانه بود که ممکنه به بعضی از اونها کرش مثلا چیزی دسترسی پیدا نکنه، کسی به پنیرش هم دسترسی پیدا نکنه. وقتی این قیمت بالا میره پول کمه، معنیش اینه که یکم از این پنیر باید ببره، یکم از نونش باید ببره، ممکنه کرش هم از سفره حذف بشه. مال سفره نهار شام گوشت 4500 تومان شده 1100 تومان. بنده در این محله هستم که بعضی وقتا محله نسبتا فقیرنشین، البته نزدیک بازار، میرم خونه فامیلا، خونه پدر که پدرم رو ببینم. اونجا اطرافش یه محل افرادی از خانواده‌ای هستن که بعضا میان گلاوی و گفتگو اینها. من میدانم که در اون خانه ها کسانی هستن که ممکنه چند ماه بگذره و به این گوشت 1100 تومانی که من کمتریشو نوشتم 11000 تومانی واقعا دسترسی نداشته باشن.
شما دیدین که در بعضی از این مغازات دستپنجه‌های مرغ بریده میفروشن برای مردم. ما باید دلمون بسوزه برای این کار. یا روغن 4500 تومانی شده 9000 تومان، برنج ایرانی 1150 تومانی شده 2800 تومان، مرغ 1050 تومانی شده 2300 تومان. هر کدوم من نمیخوام تو رقم بمونم. مردم عزیز ما اونایی که اینا لمس میکنن زندگی خودشون میفهمن که این رقم ها یعنی چی. یعنی 2800 تومان اگر تا اون فردی که این پول گرفته درآمدش 2 برابر نشده باشه، یعنی با صرف نظر بکنه از این مسئله بگذره تا برسه به حبوبات و مسئله مسکن و امثال اینا. خب اینا چیزایی است که نشون میده که در زندگی عادی مردم هم چقدر مسئله مهمه، غیر از مسائل حالا رونق اقتصادی و مسائل دیگه‌ای که اشاره کردم. خب برمیگردیم به راه حل‌ها. کلا وقتی که ما این مسئله رو قبول کردیم باید بریم به سمت راه حل اساسی. این راه حل اساسی در سیاست‌های پولی ما هست. وقتی که ما گلایه می‌کردیم، وقتی که اقتصاددانای ما میگفتن که این نقدینگی، این تزریق پول به نفع کشور نیست و ایجاد حالا اصطلاح بیماری هلندی گذاشته بودن، حالا ما کاری نداریم با این اصطلاح اینها. خب یه حرفی رو داشتیم می‌زدن. ما از به اصطلاح مقداری که الان اینجا اگه یادداشت کرده باشم، نقدینگیمون در 4 سال به نزدیک 2.5 برابر رسیده، یعنی 180,000 میلیارد تومان رسیده از حدود 60 و چند هزار میلیارد تومانی که داشتیم. خود این ایجاد تورم میکنه. یکی از راه حل‌ها کنترل نقدینگی است برای تورم، بازبینی بودجه و کم کردن هزینه‌های بیهوده و صرفه‌جویی و عملاً کم کردن کسری بودجه یکی از مهمترین راه‌های این مسئله است. دامن زدن به تولید ملی با ایجاد امید در سطح فضای اقتصادی و حمایت از اقتصاد ملی یکی از راه‌هاست. شما الان نگاه کنید در یه فضایی که یأس‌آلود هست در فضای ملی که کارکنان پشت سر هم تعطیل میشن یا با یه ظرفیت بسیار کمی 30% 20% ظرفیت خودشون کار میکنن و خب طبیعی است که در چنین فضایی نتوان فضای عرضه کالا رو به حدی بالا برد، تولید رو به حدی بالا برد که بتونه مسئله تورم رو حل بکنه. جهت دادن تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، نه فعالیت‌های اصطلاح غیر مولد، یکی از مهمترین مسائل و نظام قدرت رو داره، دو قوه اجرایی قدرت رو داره، مخصوصا از طریق شورای پول اعتبار. اگه سیاست‌گذاری درست صورت بگیره که متاسفانه این شورا در کشور ما حذف شده، تقریبا حذف شده، رفته تو کمیسیون دولت، این هست. بهبود فضای کسب کار که به رونق اقتصادی دامن بزنه بسیار کمک میکنه که این فضا رو ما متعادل کنیم، که در این رابطه ما البته برنامه دادیم که بنده خوب هست که اینجا بازم این رو نشون بدم که یک برنامه جامعی به نام برنامه دولت امید برای آینده بهتر هست که ما اینو تهیه کردیم که در عنوان‌های مختلف، یعنی همه فقط مسائل اقتصادی نیست، در رابطه مسئله زنان هست، روستاییان هست، معلولین هست، حقوق بشر هست، امثال اینها، تا برسه به مسائل اقتصادی هست. مسائل اقتصادی البته جزء بخش‌های بسیار حساس و پیچیده این برنامه ما هست که در اجراش ما فکر میکنیم که بتوانیم. بنده تصمیم دارم که نرخ تورم رو یقینا یک رقمی بکنم. جز این هم ما راهی نداریم. این یک مسئله اختیار برای ما نیست، یک ضرورت هست اگر بخوایم که اقتصادمون اطلاع پیدا بکنه، مشکلات اجتماعی اقتصادی رو حل بکنیم. ببینین الان یکی از چیزایی که هموطنان عزیز ما شما مردم میدونید که بحث اعتیاد است. همین مردم هم از اول انقلاب به این مسئله دل سوزوندن. بنده اعتقاد قطعی دارم و شما مردم هم خوب میدونید بین گرانی، تورم، وضعیت مشکل اقتصادی، مخصوصا بیکاری و مسئله اعتیاد یک رابطه نزدیک و وسیع و در هم تنیده وجود داره. به مثل اینکه فضای اقتصادی به سمت سلامت پیش میره، یه دورنمای کار خوبی برای زنان و مردان ما ایجاد میشه، برای جوان ایجاد میشه و همون نسبت هم امکان اعتیاد و گسترش اعتیاد در جامعه ما کمتر میشه. و همچنین بحث زنده کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هست، ارتقای اقتدار بانک مرکزی هست که الان متاسفانه با همین 3-4 تا مدیری که عوض کردیم نشون میده که یک دستگاه بی دست پای ضعیف متاسفانه تبدیل شده، در حالی که در جهان مردم عزیز ما باید بدانن که این بانک ها، بانک مرکزی مخصوصا گاهی هست که مدیرش تا 20 سال
به عنوان ثبات سیاست پولی مکث میکنه در مدیریت و ما متاسفانه برای در این رابطه درست عمل نکردیم و همچنین اجتناب از بعضی سیاست‌گذاری‌ها که به گرانی دامن میزنه، مخصوصا از طریق